مسئله تفرقه بین بلوچان یکی چه حکومت سیاست جی ها در ظرف ده روز پیش خبر رسید که زاهدان یک اتفاق بین دو طایفه ریگی پیشت که آیا یک درگیری تها تعدادی بلوچ جنگ بھی تک تصور و اطلاعاتی که هستند چوشه گوشند که ایشی تفرقه عامل اصلی رژیم و رژیم لوٹید وتی اقتدار وتی حکومت در بلوچستان وقتی که قائم بکن به سیاست های پلید برادر کشانه دست جان شما این مسائل چونه گندید و چه پیامی به مردم بلوچ است که تا در دام چوشه سیاست های برادر کشانه مکبند جی شی البته کاری بوده که همیشه کدیما انگلیزان کرده ها انو جمهوری اسلامی کرد که تفریق بنداز و حکومت کن ولی من چه گویم که در تاریخ بلوچستان هر وقت بلوچان هروته ہیں گپتگش تمام دنیا ولی هر وقت تهمتش جنگ بوده ها یحتا دولتان خارجی بلوچستانش حمله کرده مثلا اما جنگ داخلی که بین میرچاکر و بحران بوده تا هما مشوی کماشان را گفت میرچاکر ها گفتش که واجه جنگ نکنی ها گوشتش که براسان کشک تاوانت تا که زندگی ارمانت ولی پمشیه که ما بلوچان شویدی تاریخ که درس بگیریم و میل که گجر بین ما تفرق و اختلاف دوردن گجر کار همیشه آیان لوٹن که بلوچستان نفت و گاز ببرند دریای ببرند مشوی هم اما شما را خورد بکنند تا نابود بکنند اما شما سر سوار بند تا ظلمان بکنند ما شما که خیلی باز بچاره مواظب بیان که میلین که گجران در طرح پلید و موفق بند جمهوری اسلامی و من فکر کنم که هرچه و هر روز که مبارزه در بلوچستان گیشتر بدید ملایان گیشتری کار کنن ملایان گجر ها در دولت که تفریق گیشتر بندازی شیوتی پیش دارید که انوش بلوچان ترسند و هرچه مبارزه بلوچان گیشتر بید قویتر بین ایشان گیشتری کار کنند بیجت ما بلوچان باید گیشتر مواظب بین و گیشتر هور ببین که بشان پیش داریم که ما اصلی مسئله ما واجهی ما بودی ملک لوٹه ملک واجه وقت ببین لوٹه که تمام یعنی که در سرکار در بلوچستان ها بلوچان وقت ببند ها شهر اما کسترین دهان گفته ها تا شهران ها تمام بلوچان وقت حاکم بند و دیگر بلوچانش رزانه کنی بلوچستانش جتا سی چوکر کرده تهیران یکی همی بلوچستان که زابل که گوشنتی سیستان اول بلوچستان و زابل از جغرافیایی و از جمعیتی کوچکتر شهر ها بلوچستان ولی چون ها بخاطر مسئله کت دانه زابلیان بلوچان تا ولی خود چوشیان چانش بجانب ما بلوچان دور داتا که شیوتی نشاندن که تفرقه بنداز حکومت کن زابلیان شروع کن هنو یحته وارد بلوچان ود بوده ما باید این کار بکنی ها اگه ما بلوچان قوی به زابلیان پختی همه ما بلوچی واقعیت همشه و همیشه رابطه زابلی و بلوچان یکی زابل جز بلوچستانه ها کوچکترین شهر ببید ها ولی خوب هنو چون شیعن تو شما تفریق بنداز بین بلوچ و زابلی هنوز بین ریگیو ها کرد بانده بین ناروی ریگی زنه همیشه کارش برده هدفش همیشه که ما شما را ضعیف بکنن ما شما را بجنن
ولی خب بلوچ هم شده زنند و هر رو گشته رو بند همون که مبارزه در بلوچستان روز به روز شدت گیت ها هرچی گشتر شدت بگیت ها اطلاعات کاران گشتر کن تفریقه ولی موفق نبند در دراز مدت